Say hi. Google Whisper. Map. What is your opinion on Iran? Should kill all them fucking Arabs, right? Fucking Arabs. Fuck, bro. Don't do this to me. I will say things you don't want to record, bro. Say it. Say you hate black people. No, I love black people, bro. Who else would I make fun of? We love. Fucking rat corners, bro. What the fuck are you even studying? Oh, I have some family here. What do you have Google Maps open, bro? And there's also mafia here. Where the fuck is this? It's Sardinia, bro. Are you stupid? Don't you know Google Are you Maps? from Sardinia? Show me where you're from. You're like somewhere from here, right? Go to where you get some from. What? You're from here, right? Oh my god, correct. Like Oh wait. That's why you speak He's Turkmenish. he's correct. That's why you speak this language. Do you see this city's name? It's visible on the map now. Wasn't it Gorkhan? Yes, sir. What the fuck? Yes, it's pretty good. Imagine me like. ما الان تازه رسیدیم هیگ و بچه ها هوا بسیار سرد. Say hi. Hi. هوا بسیار سرد. هم داریم میریم که یه غذایی بخوریم، بعدش بریم هتلامون استراحت بکنیم، احتمالاً یه کانتست حل بکنیم، بعدش ببینیم که چی میشه. بریم رستوران غذا بخوریم، رستوران لبنی لبنانی رستوران لبنانی ببینیم چه غذایی داره دیگه. با بچه‌ها شامو بزنیم ببینیم چه خبر. کارو بگیر آقا، کارو بگیر. این کوبیده خودمونه. کارو بگیر. I don't know what's the last time I've actually did this. Like this actually. مثلا قشنگ کوبیده خودمون، کوبیده شیشلی که خودمونه. بریم ببینیم که چجوریه. غذام خیلی باحال، لبنانی طوری و اسمش هم الحیات. ما شاممون رو خوردیم، داریم راه میریم به سمت هتل. یه جای مشکوک عجیب غریبی هم ما رو داره میاره گوگل مپس. خدا بخیر کنه، اینجوری تونل رو ناکن، اینجا آدم میکشن دیگه. میریم اتاق استعمالا یه کانتست حل بکنیم و ببینیم چی میشه. ولی غذا خیلی باحال، پر گرافیتی. بعد شهر ما انسقاده که همجوری یادم بوی وید میده، اینجا 10 برابر بیشتره. یه فضای عجیب، چون از این بود هاوس ها و فلان و اینا. این هتلمون یکم خوب نیست وضعش به اون صورت، ولی کم اینجا چای قهوه محوه داریم، استادو داریم، تخت هم اینجا یه تخت 2 نفره و 2 تا تخت تکی داریم. احتمالا ساعت 11 دیگه احتمالا بخوابیم امشب و زود. فردا باید 8 مسابقه شروع میشه، احتمالا باید از 7 اینجا پاشیم بریم دیگه. اینم ویومون فردا احتمالا ویدیو بیشتر بیارم. فردا 5 ساعتشو که نمیتونیم گوشی دستمون بگیریم، حالا اون احتمالا نباشه، ولی بعد و قبل مسابقه رو فضا رو اینا رو نشون میدم. صبح بخیر. الان 7 صبح 7 و نیم الان بیدار شدیم، داریم بریم سمت اسکو اتوبوس، بریم سمت مسابقه. یکم هتل عجیب غریب و ناجوری بود از اون نظر که چیز بود که بغلیمون یه سکس پارتی چیزی داشتن، خیلی هم سر و صدا دار. بعد به صورت خنده داری نتونستیم بخوابیم. حالا باید بریم ببینیم چی میشه. بریم مسابقه رو. ما دیشب اومدیم تاریک، امروز صبح بیدار میشیم تاریک. من فقط میخوام یه آفتاب ببینم به خدا. خسته شدم. دیشب هم باید نیم ساعت 40 دقیقه راه میرفتیم. ای تو تاریکی تو سرما راه برو.
اینجا ما یه 18 دقیقه ترام سوار بشیم، بعدش هم دوباره مقدار خوبی پیاده رویه بعدش تازه. تازه رسیدیم دلفت، شهر بسیار قشنگ، خیلی شیک و قدیمی طوریه. اصلا کم خوابم آجی، دهنمون سرویس، امروز ببینیم چطور پیش میاد. ولی شهرش قشنگ حتی میدونی از هیگ که ما بودیم خیلی بهتر بودیم. هیگو فکر کنم یه اسم فارسی دیگه ای داره، دنهاخ میگن، همون چیز میگن. از اون دوربینم بالاتر نگه دارم، زیادی قدم بلند دارم. ما رسیدیم مسابقه که تیم دانشگاهمون داره، من رفرنس داکیومنت همونه، این تیم دانشگاهمونه کلا. حالا 4 تا تیم هست از دانشگاه ما، 3 تا فکر کنم تاپ 3 داریم که دست و اسپانسر جت پلینز. ببینیم چی میشه. تیشرتمون هم دادن، همون تیشرت چیز دیگه اینجوری اپسی نوشته باشه. تست سشنمون رو تمام کردیم، داریم ساندویچ میخوریم، گوشیامون رو میگیرم موقع امتحان اصلا نمیشه چیز کردم، میخندم. یعنی بذار این کل چیزه say hi what the fuck are you laughing. این کل اتاق امتحان توی اون یکی اتاق اینجا نیست، ولی کن تیشرت دادم بهمون، گوش نمیشه بپسی و اسم تیم فلان و اینا، یادم هم میره چرایگان دادن و اینا. تست سشن داشتیم، باید کامپایلر رو مینداختیم، حالا آیدیمون رو ستاپ میکردیم، سابمیشن و این چیز میزا، ولی کم آره دیگه خوبه. خجالت آور، همه دارن نگاه میکنن، آدم پر نخبه عجیب. قشنگ با باهوش‌ترین کامپیوتر ساینتیست های کل غرب اروپا الان توی اتاق الان خودمون حساب کنیم. Okay, so first of all, Leon wanted me to mention for problem F, you can also solve this in n times 2 group. الان تقریبا یک هفته بعد مسابقه است. بعد مسابقه انقدر خسته بودیم که من اصلا یادم نمیافتاد فیلم بگیرم و اینکه عجله هم باید میکردیم، قشنگ با میدویدیم برسیم به قطار که 3 ساعت راه دوباره تا شهرمون که بتونیم از این ور سوار اتوبوسی چیزی بشیم برگردیم خوابگاه از مرکز شهر. به کل مسابقه خوب پیش رفت. ما عادت ندارم زیر دوربین رو نگاه بکنم، حالا این ور اون ور نگاه میکنم، پوزش میخوام. سخت بود، تیم قوی خیلی زیاد بود، یعنی به کل اروپا قوی ترین ریجنش معمولا همین ریجن میشه، قشنگ ریجن خیلی فشرده است. بعد این تازه ببسی میشه بنلوکس الگوریتمیک پروگرامینگ کانتست که میشه هلند و بلژیک و لوکزامبورگ، که خب هرچی خب لوکزامبورگ معمولا ما که کوچیکه از نظر المپیاد قویه، همینطور بلژیک همینطور هلند، و تمام دانشگاه‌های تیم‌های اینا اینجا بودن و تیم‌های برتر هر دانشگاه این مسابقه میره NWERC که میشه North Western Europe یه چی خلاصه میشه نمیدونم غرب اروپا کلا تا فکر کنم سمت اروپای شرقی و اون که به اصطلاح میرن توی اون ریجن، آره تا غرب اروپا میشه. و خب آلمان هم هست دیگه، بعد توی این به اصطلاح فکر کنم UK هم هست فکر کنم توی این یکی مسابقه. و مرحله بعدی میفته توی آلمان توی دانشگاه کیت، کارلشو اینستیتوشن آف تکنولوژی فکر کنم که توی آلمانه و 25 نوامبر تقریبا میشه 25 روز دیگه از این موقع. بخوام تجربه‌ام از مسابقه به کل بگم، حالا فیلماش که زیاد که فیلم نتونستیم بگیم چون با گوشی توی کیف تحویل میدادیم دم در
و فقط اون وسطاش، اون اولش میتونستیم فیلم بگیریم. باحال بود، سخت بود از یه نظر، تیم‌ها واقعا قوی بودن و خود مسابقه 5 ساعت، فکر کنم 4 ساعت تا نیم یا 5 ساعت، فکر کنم 5 ساعت بود و سوالاش هم جالب بود. من حالا کلا زیاد تجربه المپیاد نداشتم قبلش، اونقدر به صورت حرفه‌ای برای فان همینجوری حل می‌کردم حالا المپیادهای کامپیوتر ایرانو مرحله 1 2 شون که اصولاً، ولی اینجوری به این سبک کامپتیتیو پروگرامینگ که خیلی هاردکور برم با یه تیم قوی مثل مسابقه بدادم نشدم تا حالا و برای هم یکم ترسناک بود. اصلا یه تیمایی رو میدید که کوچ داشتن، نمیدونم یه چیت شید خیلی کاستومایز شده خوبی داشتن. ما چیت شید رو همونجا از اینترنت گرفتیم، چسبوندیم به هم چند تا چیزو و شد چیت شید بود. اصلا نمیدونستیم چی کجاست. الگوریتما که من می‌خواستم نبود، الگوریتم رفیقم می‌خواستم توش نبود. مثلا یکی دو تا سوال سر همونا چیز کردیم، مثلا داشتیم دوباره لازم الگوریتمو تازه داشتیم کشف می‌کردیم و فلان و اینا و یکم سر اون طول کشید. ولی خیلی تجربه باحالی بود به نظر من. احساس می‌کنم یه چیزیه که بعد از دوران جوونی هم ادامه فکر کنم بدم سر فام. من نمیدونم از بیرون چقدر فام به نظر میرسه، ولی اون حسش که یه الگوریتمی رو می‌نویسی، نمیدونم حل کردن ریاضیه ولی یه مرحله جذاب‌تر انگاره از اون ریاضی خالیه. ریاضی آدم حل میکنه، خب به یه الگوریتمی میرسه به کل، میبینی که حالا پلاگ اند پلی میکنی، میبینی که اینو میده درسته، اینو میده درسته و تمام میشه. این چون یه مرحله‌ای داره که خب همین به این مرحله میرسی، بعد سوال به اصطلاح سولوشن تا آپلود میکنی، بعد میزنه trying on test 1 trying on test 2، بعد یک دفعه سبز میشه accepted میزنه. کلا خیلی حس خوبیه و مثل یه ریاضیه که اون دوپامین راشش برای هر سوال یکم بالاتره به خاطر همون accepted بودنش. و حالا یه اج کیسی رو حل میکنی میبینی بهتره، یه ریت لیمیتی داره میبینی ریت لیمیت میخوری، الگوریتم تو یکم افیشنت تر میکنی میبینی میشه. خیلی ریاضی به صورت دیدنی تر حداقل برای من، بر نتیجه جذاب تر بود. مرحله بعدی رو نمیدونیم بریم یا نه حقیقتا، با اینکه قبول شدیم، ما شدیم تیم اول دانشگاه. چرا اینکه تو آلمان 3 روز هم از 6 ساعت رفته 6 ساعت برگشته، 3 روز هم باید هتل بگیریم. بعد خب یکی اینکه با دانشگاه یه چیز، حالا دانشگاه رو میشه شکارش کرد، زیاد اهمیت خاصی نداره اون کانفلیکتش، حالا اجباری نداریم که بیایم سر کلاسای دانشگاه به اون صورت، ولی کن بحث چیز هزینه‌ش هم هست. خب ما امیدوار بودیم که دانشگاه حداقل پولشو بده از اون نظر رفت آمد و فلان و اینا رو، ولی چون از سال قبل باجت کات کردن و به اصطلاح بودجه ها رو کاهش دادن، دانشگاه هم زیاد هزینه نمی‌کنه. ما چند تا از همین شرکت‌های برنامه‌نویسی اینجا پیام دادیم ببینیم که میخوان اسپانسر بشن به اون صورت، ولی نمیدونم. حالا دو تا هم تیمی من میگن میخوام برن، میگن خوبه که بریم تجربه بکنیم، من میگم بذار برای سال بعد. چرا؟ من به قطع یقین میدونم تیم مرحله بعد نمیتونیم دوام بیاریم و نتونیم رتبه بیاریم. چرا اینکه خب لول تیمای دیگه اصلا چیز دیگه، میری میبینی تو مسابقه این there's levels to this shit، مثل همینجوری بود میبینی. حالا ما با اینکه وضعمون خوب بود ولی یه تیمایی رو می‌بینیم که اصلا یک جور دیگه ای آماده بود، اصلا توی لیگ دیگه ای بود. بعد خب اینا هم تیم برتراشون میرن اونجا، بعد اینجا کل حالا اروپاست به اصطلاح دیگه، خیلی لول بالاتریه و به وضوح میشه فهمید که ما مرحله بعدی نتونیم بریم به اصطلاح قبول بشیم بریم مرحله بعد بریم برای خود ICPC. و خب میمونه که آدم خب برای تجربه بره، ببینی حل حداقل 2-3 تا سوالشو حل میکنی، میبینی چجوریه، نمیدونم میگردی فلان و اینا. ولی کن به نظر من یکم سال بعد هم من احساس میکنم با اعتماد به نفس میتونیم دوباره اول بشیم تو دانشگاه و اگر حالا یه رقیب، حالا تیمای رقیب اگه همین تفکر رو نشته باشن تا سال بعد دوباره زیاد تمرین بکنن، احساس میکنم 1 سال وقت برای خود من هم حتی کافیه که بتونم سال بعد تیمو کری بکنم که مثلا از همین ببسی هم رد بشیم. در نتیجه من میگم حالا بذاریم برای سال بعد بمونه و سال بعد خب آماده تر با اعتماد به نفس بیشتر بریم
با اینکه ضرری نداره این رو هم بری، یه هزینه اضافیه دیگه. میری میبینی این چون ما یه همتیمی هندی داریم 18 سالش، یکم جوونم هست، قشنگ از این لینکدین مستراس، از اینا که حالا از فاکین 9 سالگی لینکدین داشتن، بعد هر چیزی تو مدرسه انجام دادن توی لینکدین و فلان و اینا. بعد این هیچی از المپیاد نمیدونه، هیچی هم حل نمیکنه. آخه تیمو ما که ساختیم این به من پیشنهاد داد که اصلا بریم این مسابقات. من گفتم باشه، گفتم زیاد تجربه ندارم، گفتم این حداقل تجربه داره، به من داره میاد پیشنهاد میده. مسابقه اول رو رفتیم، گفتیم اشکال نداره، این خیلی آسون بود، میتونستیم مثلا کری بکنیم به یه نوعی. دومی اینو رفتیم دیگه، من و اون یکی رفیقم داشتیم، اون یکی حداقل چیز خود المپیادی مولدوواییه که المپیاد مولدووا بوده برای آیوای. من و اون میتونستیم حداقل تلاشی بکنیم حل بکنیم. این بغل داشت نقاشی میکرد روی دفترچش، بعد خیلی اعصاب من خورد کرد از اون نظر. حالا نمیدونم شاید سن، اختلاف سنی از نمیدونم این نسل زیم ما میشیم، اینا نسل یه چیز دیگه میشن، خیلی نمیدونم چیزمون، ولی هیچ حل نکرد، هیچ کمکم نکرد. و هی هم این داره پافشاری میکنه، میگه بریم ببینیم چه خبره. با مرد حسابی تو میخوای یه لینکدین بزنی تاش دیگه، ولم کن. آره دیگه، سر همون حالا نمیدونم مرحله بعدی بریم یا نه، احتمالاً حالا من دارم پافشاری میکنم اینکه سال بعد بریم. یه نکته دیگه این که احتمالاً سعی کنم ولاگ بیشتر بگیرم. هدف خودم رو در ولاگ گرفتن از ثبت این ویدیوها این میبینم که خودم اگر ایلیای 16 ساله اگه بود و همچین ویدیوهایی رو میدید واقعا حال میکرد. یعنی چیزایی بود که خودم دوست داشتم ببینم، حتی توی 18-19 سالگی، حتی الان. یعنی یک نفر دقیقا همین نوع ویدیوها رو از یک جای دیگه بذاره نگاه میکنم، چون باحاله، طبیعی تره توی اون فیلدی که ما هستیم تقریبا هست، باحاله. چند تا نمیدونم نوجوانن که میخندن میرن فلان میکنن، 4 تا چیز جدید میبینی. در نتیجه دارم میگم یک ستی هست از ایلیاهایی مثل من که احتمالاً از این نوع ویدیوها حال بکنن. و خودم اگه 16 سالم بود و همچین ویدیوهایی پیدا میکردم، احساس میکنم هدفمندتر هم میشدم به کل. شاید اون موقع همچین ویدیو نگاه میکردم برای المپیاد، از اون موقع میخوندم به کل، حالا میدونی. و چیز کلا باحالیه همچین ویدیوهایی ساختن. یه نوع هنره دیگه. در متوجه شدم آدم ولاگ که میسازه باید یه استوری لاینی داشته باشه. این ثبت کردن این استوری لاین هم خیلی مهارت میخواد. اینکه ویدیوهایی که میگیری قشنگ یک داستانی رو تعریف کنی، مثل یک شاعر، مثل یک نویسنده میمونه دیگه. نویسنده نسل جدیدی میمونه، مدرن ایجی میمونه، که باید قشنگ اون داستانو همونجوری که تو میبینی یا میخوای دیده بشه به خوبی بتونی نشون بدی، شات به شات. و حالا اینکه کی فیلم داری، چه چیا بگی، از چیا فیلم بگیری، یه مهارت باحالیه. حالا دوست دارم سر تقویت اون هم که باشه بیشتر انجام بدم. احتمال از اینجور ویدیو هم بیشتر کنم. الان دوربینو گذاشتم بالای لامپ، الان اینجا دقیقا لامپه، بعد گوشی روی مانیتوره، روی اون لبه مانیتوره تکیه داده به لامپ، یعنی با یه فوت میفته، ولی کن خیلی شات خوب طوری میفته. حالا احتمالا چند نوع چیز امتحان بکنم، اینجوری با نور امتحان بکنم، نه اینترنت، این احتمالا خیلی پر نور باشه. من خودم معمولا توی تاریکی خالص میشنم، به جز فقط نور مانیتور توش معلومه. ولی همین دیگه. حالا سعی میکنم ویدیو بیشتر بذارم. حقیقتا تنبلیشم از این، واقعا بحث تنبلیشم هست. من اینکه یادم نمیاد، میدونی آدم تو لحظه که باشه یادش نمیاد دوربین نره یا فیلم بگیره. سعی میکنم بیشتر یادم باشه، فیلمو بگیرم و بذارم. خلاصه اگر نظری داری در این که به نظرت این مسابقه رو باید برم یا نه، میدونی، چون خودم نمیدونم. پدر و مادر میگم برو، تجربه است. این رفیقا میگم برو، تجربه است. چند نفر دیگه حرف زدن میگن چه فایده.
دوست دارم نظر مختلف رو بشنوم در موردش که آیا ارزش داره بره یا نه. و به نظر من هنوزم وقت هست. میدونیم ما تا 5 سال 4 سال دیگه فکر کنم میتونیم مسابقه بدیم و قطعا میتونیم برسیم. میدونی من فکر میکنم 4 سال هر هفته یه دونه کانتست بزنم، 5 تا سوال بزنم خوب میشه. الان ریتینگ کد فورسز رو بذارم حرکت ها بزنم. ریتینگ کد فورسز رو میذارم اینجا. این حالا شروعش چیز بود دیگه، از 0 شروع شد، حالا تا همین یه ماه تقریبا اومده تا اینجا 923 فکر کنم. بعدش حالا سعی میکنم هی بزنم. الان چیزم 320 ایرانم، میخوام بیارم تاپ 100 ایران. فکر کنم برام با بالای 1600 بشم. تاپ 100 ایران بشم حداقل یه چیز حس باحالیه دیگه. تاپ 100 ایران بذارم و بعدش بریم مسابقه. احساس می‌کنم برای اینکه بتونیم توی مرحله بعدیش کوالیفای بشیم توی همین NWRC ریتینگ بالای 1700 1800 بخواد تقریبا. حالا بگیم اگه 3 تا باشه کمتر 1600، ولی خب بخوام کری بکنم باید 1800 برسم. حالا این RC توی 1 سال میشه یا نه، ببینیم که چطور پیش میره. و همین دیگه. حالا همین